سلام دوستان، خوش اومد به ویدیو جدید. اومدم استودیو دست رنکاپ رو به توتوریال پلی کنم. این اکانت هنوز همون اکانت قبلی خودم فقط روش گیم خرج کردم، یادم رفت ویدیوشو بگیرم. شرمنده بودم، شرمنده. میریم که یک رنکاپ خفن رو داشته باشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی به من انرژی میدید، خیلی ممنون. بریم یه گیم پلی خفن داشته باشیم. اینجا که داری میبینی برای دوستان پینگ فوق‌العاده ایران. فدای وطنم بشم من آخه. چقدر پینگ خوبی میدم به مردم، فوق‌العاده است دوستان. تا جایی که من اطلاع داشتم این مپ برم میافتاد، معمولا اینجا شلوغ بود. چرا الان هیچکی نیست اصلا؟ یه لحظه دو به شک بودم هیچ کسی نیست. یه ایوجی پیدا کردم، سری برداشتمش. حداقل گان دورزن داشته باشیم. اینجا خواستم برم حداقل دور محوطه رو بگردم ببینم لوت بهتر از گانای خودم هست یا نه. یکم یه تیر بالاخره پیدا کردم، بدون تیر شده بودیم. اینجا یه لحظه درون یا اون پهباد اومد، داشتم یه نقشه میکردم، دیدم اصلا انمی ندارم. اوکی، خیلی ریلکس داشتم مثلا لوت میکردم. یه پیدا کردم، برداشتمش. یهو دیدم یه نفر هست. بعد یهو دیدم خیلی دیگه نزدیکمه. این ورا که اصلا دیدم کسی نیست. بعدش اصلا دیدم رومه. کل دوره رو میگشتم، اصلا دیدم هیچ کسی اینجا نیست. من تفاهمیم کورم. آره دیگه خلاصه اینجا دیگه خواستم برم پایین. یه دونه دراپ اینجا افتاده بود، گفتم برم حداقل لوتش کنم. شاید یه دبل شد. یه دونه آرسنال باز شدن خودش اونجا بود. آرسنال نمیدونم چرا جدیدن همش خودش بازه. با تمام سرعت داشتم میرفتم، کلا هم داشتم دنبال اسنایپ میگشتم. اسنایپ من کسا پیدا درنجرم که اومدم نشیمنگاه هم وایسا. این وقت هیچ چیز خاصی نبود. این ترمال صرف پیدا کردم. دیدم به اسنایپ ایدول پیدا کردیم. به به تیرای ایجیمو انداختم اینجا. یه لوت کردم، خواستم این توش چی هست اصلا. به عجب گانی آجی تومسون برمیدیم فشاری. دراپ خواستیم پر کنیم، خیلی ریلکس داشتم دراپ پر میکردم. معمولا که مثل همیشه اولین لولی که پر میشه چیز خاصی نمیکنم. بهترین چیز یه دونه ملکی تا یه دونه کیف لول 3 و یه هرمت 3. چیز خاصی دیگه نداره اصلا. داشتم دور پر میشد. میدونستن یا اسنایپ میده یا اسری یا اجازه یا سپرایز اسنایپ داد. اصلا فوق‌العاده همه تیرای SMG رو انداختم. مثلا خود یه دونه تیر اسنایپ انداختم. حالا حواس دارم ریلکس. یه دونه یه نفر دیدم، اولی که خواستم بهش بزنم سوتی دادم. سوم خیلی کلا فینیش شد. خیالم زر راحت شد. ای دبل وای، چی بهتر از این. خواستم برم کنم لیکش آتیش اونجا انداختم. یه نفر اون کنج ما دیدم خودش بود ولی فکرم رفت. من برم لوت میکنم داخل بهتر. یه اسکار ریزی اینجا دارم، داشتم دنبال لوتش میگشتم دیدم دیدم دوباره لوتش کردم. دوباره که رسیدی اومد توی کیفم، بازم انداختمشون. دوتا نفس چی بگم خوبه نمیدونم. یه دونه جامپر اینجا گذاشتم مثلا تا آخر برم ببینم چی کسی اینجا هست. رفتم و اینجا رسیدم. اینجا دونه جنازه دیدم ولی کسی نبود. نقشه منو یه ماشین داشت پشتم راه میرفت دیگه رفت. تیر اصلا من بهش نمیدونم خوششانسی بود چی بود. یه دیدم مرد اصلا. لگه هم که میبینی دوست
اینجا فهمیدن که قرار از اون طرف یا سری دایی یه یخ داشتن. بله نقشم درست حساب بریم بندی خورد دینی که داشت بخورد یه یخ باشم وسط جنده یه جوری خالی میکرد که اصلا دست باباشو خوردم. اینجا خواستم برم واسه انتقام اسنیک بردارم گفت الان دبل اسنیک کرده اسنیک رو برداشته دیگه تو گان ندارم. داشتم دیدم قشنگ سر لوتم بود. بعد یه رفت اصلا نمیدونم داشت کنم گفت بزنم و داخل برم اول لوت کنم بخواد بیانه بگم گان داشته باشه. تامسون بود جبه اولی ویدیو بگیم گانه فشاری برمیان داخل دست خودم خیلی منطقیه. یه یخ گذاشتم سریع اسنیکم برداشتم راش داد. بله با تمام سرعت راش داد. من تو رفتم ندیدم سونیا Double kill. تو دم یه دونه مدکیت سوپر وای تا لذت وسط 4 هم که برداشتم اینجا دبل اسنیپ هم دوباره کردم. ایلاد احساس کردم که تیرای اسنیپ من برداشته رفتم سر جنازش. بدبخت از من فقیرتر بود هیچی نداشت. آره دیگه حالا تو 14 تا مدکیت هم داریم دیگه حالا چیکار کنیم. یه نفرم بود دیده بودم که درخواست بودم نمیدونم دلیل خاصی داشت که بهم درخواست بده. مثلا یه سر استرس دادم که داره میاد بیرون اتاق من دارم فیلم نگاه میکنم و صدای خیلی زیاد شرمنده. خواسته این مهاجرت ریزی از بوکسینگ جیم داشته باشیم. اول رفتم شاپ ببینم چیز خاصی داره اصلا بخوام بگیرم هیچ چیزی نداشت. اومده بودم واسه تیر این کلتی که حالت موشک توپ داره یه دونه ازش دارم داشتم مثلا مومنتی برای میدادم که برم فقط کار خودم انجام بدم. تو هیچ خونه هم که فکر نکنم دارم اینجا مستقیم رفتن اونجا یه فایل خیلی سنگی بود اونم داخل قباد درون هرچی یه اسکوپ ریزی اینجا گرفتم ببینم کسی هست یا نه. کسی نبود. احتمال دادن که بالا باشم که درست هم احتمال داده دقیقا بالا بودن اصلا یک احساس خواهدی اومد باید دیدیم مثل اسپایرمان Triple kill. بازی من داشتی که دیگه نشون میداد گفت اصلا پشت یخ وایساده یه دونه زنه اصلا دمه نمید خواستم برم از این بالاتر بزنمش. میرفتن که احتمالی حلقه از پنجره در بیاد بتونم بزنمش. در نمی اومد که اصلا یه لحظه یه جا از در نفت بیرون اصلا خواهده میرم خواستم یکی دیگه بزنم یه جامپر اینجا بیداشتم صاف رفتم باختم منم که دبل اسنیپ هم نمی کن بدون خوشم Quadra kill. خلاصی که بهش نمیخورد میگم که یه دونه خورد به زور خوش کنم. یه رفتم زومم که دقیقا همینجا وایساد چند تا نمیام پشت سرم تو بره رامو رفتم دیدم اینجا فایته طرف داره مدکیت میزنه گفتم حتما کوش من دیدم آمونش Dominating. یه اسنایپ بزنم تو اومه یه دونه اسنایپ بزنم طرف اصلا نمید 2 تا اسنایپ مدکیت دیگه باسه چی بود بدتر اینجا یه رده دیگه داشت برم اومد بیرون 3 تا 91 سفر ولی از این نمیرا واسه پروندم ولی فایده خاصی نداشت. یه دونه عدن بودم رفت احساس کردم الان لگ میگیرم نه لگ نمیگیرم برم یه دونه یخ اونجا رفتم واسش اولی نخورد سری یخ داشت رفتم واسش من اولی نخورد دومی یه عده اسنایپ زدم که اصلا خودم 2 به 1 بودم تو هوا رفته بودم اصلا
خواستم برم واسه اون یکی دیگه اصلا نیستش. بنده خدا رفتم به جامپر سالا تیرم بهش نمیخوره، بهش میگیرم هد نمیخوره. خواستم بگیرم تو Rampage. خواست اینجا ندادم دام اصلا نمیمورد، نمیخورد بهش. اسکوپ عروشت نمیگیره بهش. اصلا کاملا منطقیه. اینجا اگه شکر خدا رفتیم واسه اینکه توی ایران بالاخره یه ذره دقل به 90 اومد. ریلکس داشتم و میرفتم راحت میرم واسه دراپ و واسه خودم لوت کنم. تو دراپ حتما گروزایی سرتیری اسویدی چیزی باشه. حالا بود یا نکنده بود واسه رنگاب کردن تیمی من که سرتیر برمیدارم 100%. یا این طرف رو دیدم واسه سپرایز شدم رفتم نمیخورد بهش. اصلا یه ذره اصلا خراب نمیخورد. حالا تا همین دارم بکنم طرف اصلا با تراگون داشت خالی میکرد. یه ذره اینجا فشار خوردم، دیدم خیلی رو موساد کردم خوردم آرومتر شدم. بعد دوستان سوم شدیم. اگه اونا میدادم بالاخره یه امیدی داشتم. خب این جایزه ریویو که داد بهم خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی فعلا.